سلام خدمت دوستای کانال امیر مستر. آقا خوش اومدید به این ویدیو جدیدمون. خب اومدیم با بازی گوستاف توشیما دوبله فارسی، یه بازی بسیار شاهکار و اینکه این بازی دوستان دوبلش از سایت گیم داب من دانلود کردم، حتما سایتشون سر بزنید. بسیار دوبلای حرفه‌ای توی سایتشون دارن. خب بدون معطلی بریم بازی شروع کنیم. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره دوستان. مثل همیشه خیلی ممنونم که ازم طرفداری میکنید و لایک میکنید. خب نیو گیم رو بزنیم، بریم ببینیم چه خبره. همون رو مدیوم میذاریم، نیومدیم دنیا رو بگیریم. استاندارد، اینم هم رو استاندارد میذاریم. سوشیما، ژاپن. امپراتوری مغول در حال تصاحب سرزمینمونه. اونا خونخوارن، بیرحمن و توقف ناپذیر. ما 80 سامورایی هستیم در برابر یک سپاه. می‌جنگیم تا سرعت یورش رو کمتر کنیم. امروز من برای مردمم میمیرم. اونا هزاران نفرن. با مرگ روبرو میشیم و از خونمون دفاع میکنیم. سنت، رشادت، شرافت، ایناست که ما رو میسازه. ما جنگجوهای سوشیما هستیم. ما سامورایی هستیم. اربابا داشتی، برو روحیه اونا رو در هم بشکن. هی! بیگانه ها، بهترین مبارزتون رو بفرستید. راه باز کنید ببینم چی میگه. من هارونوبا آداچی هستم، از نوادگان یوشینوبا آداچی افسانه ای. سامورایی ها، آیا تسلیم میشید؟ بزدلهای بیشرف لیاقت رحم ندارم. رحم میرم میکنید برای سوشیما. حمله! من ایشی برای پیس کنم. خب
بامران، میخوام همراه رفیق، بیای. عشق، برادر. افراد زیادی از دست دادیم. باید فشار بیاریم ارباب ساکای، حتی اگه به قیمت جونمون تموم شه. دستورتون اطاعت میشه ارباب ژیبرا. سامورایی هم دیگه. افراد باید فرمانده مغولا رو سرنگون کنیم. همه به دنبال من. سگای مغولی بیشتر، دخلشون رو بیاریم. ایزی نفر بعدی بدونه نیروی کمکی مغولا. نیروی کمکی مغولا هم میزنن. خب یک حالت جاخالی داره. امیر این با من خب همه مردن. فقط یک راه برامون باقی مونده، این که فرمانده مغولا رو پیدا کنیم و کارشون رو همینجا یه سره کنیم. من تا آخر در کنارت میچکم. میدونم. کی موقع داریم؟ نهاش فرمانده مغول. من آمادم نمیجم. با هم به این ماجرا پایان میدیم. اومد فرشته وحی فرمانده مغولا اومد. پاشو عمو شو پس. بله دو دسته گل تقدیم بهت. شب بخیر. من خوتانم، پسر عموی کوبلای، نوه چنگیز خان. چنگیز کاش تو این بازی تا چنگیز بریم اگه بشه خیلی خوب میشه. برادر تو یه جنگجویی، میتونم ببینمش. تمام عمرت برای همین آموزش دیدی و در جنگ هایی پیروز شدی که غیر قابل تصور بودن، درسته؟ ولی وقتی تو داشتی شمشیرتو تیز میکردی، میدونی من چطور داشتم برای امروز آماده میشدم؟ یاد میگرفتم زبونتونو بلدم، سنتاتونو، باورهاتونو، کدوم دکده رو رام کنم و کدوم دکده رو بسوزونم. پس یه بار دیگه ازت میپرسم سامورایی، تسلیم میشی؟ سامورایی میمیره ولی تسلیم نمیشه مثل همیشه.
برادرمون مرد، عمومون. پسر بیلیاقتت. خب این تو کنم این هنوز زنده است. چی شد؟ چطور سر از اینجا در آوردم؟ منم نمیدونم. بخدا نمیره پایین. یه نفر منو نجات داده، منو اینجا پنهان کرد. شاید شمشیرم پیششون باشه. سعی میکنم کمتر هم حرف بزنم چون بازی تو به فارسی دیگه. یه شاید نفر بازی لذت تیرشو ببری. تیز کرده. یه جنگجو. زرم. اینجوری هم بودن. شکسته ولی از هیچی بهتره. سب کن. برگرد داخل فوراً. زخمات چطورن؟ میتونی بدویی؟ بگمونم شمشیرم کجاست؟ اینجا نیست. درو باز کن. بسپرش به من. خواهش میکنم قایم شو. به من صدمه نزن. هرچی داری به من بده. برنج. یکم برش دارم، لطفا برشون دار. مادایی تو کی هستی؟ اسمم یوناست. شمشیر تو میخوای؟ دنبالم بیا. چه مدت بیهوش بودم؟ اونقدی بود که مغولا بتونن نیمی از جزیره رو فتح کنن. که یوناس لعنتی برو پایین. خودشه. اوه اشتباه. یوناس خب لعنتی برو پایین. خب اینطور رو باید مخفی بدیم. نمیتونیم به اون زن کمک کنیم. ولی میتونم بقیه رو نجات بدم. ارباب شیمورا تو میدون جنگ همراه من بود. جیتو فراموشش کن. یونا سب کن. ارباب شیمورا عموی منه. تو جین ساکایی برادرزاده جیتو.
باید بدونم اون زنده موند. فکر کنم مغولا اونو به اسارت گرفتن. او مثل احتمال داره که کجا بردنش؟ زنده باشه. امتداد ساحل. به طرف قلعه کانادا. حتما اونجا زندانیش کردن. پیروزیشون رو جشن میگیرن. میتونم غافلگیرشون کنم. کشته میشی. یا ارباب شیمورا رو نجات میدم. بعد کمکش میکنم مغولا رو به دریا بندازه. اون میتونه برای شوگون پیام بفرسته و نیروی کمکی بخواد. من ازت پرستاری نکردم تا شاهد رفتنت به چنگال مرگ باشم. برای چی نجاتم دادی؟ نمیتونستم رهات کنم. به کمکت نیاز دارم. ارباب شیمورا میتونه به تمام جزیره کمک کنه و اون تنها عضو باقی مونده خونه بودمه. را بیافت. بیا زیر. او سلاخا. آروم باش. الان نمیتونیم کمکی بهمون بکنیم. حرکت کن. لعنتی. مسیر رو پاکسازی کردم. اگه رد بشیم کسی که اونجاست ما رو میبینه. شانسمو امتحان میکنم. سب کن. گاری. کاری چیزی نمونده بود. بازم نگهبان. از پشت با ما میری. از پشت بام ها بالا میری. توی میدونای جنگ دنبال غنیمتی. پس دزدی. وقتی به چیزی نیاز داشته باشم به دستش میارم. مثل کاتانای من. اونو در ازای غذا و دارو معامله تو کردم. چی کار کردی؟ نگران نباش. خریدار رو پیدا میکنیم. شمشیرتو پس میگیریم. راه طولانی داریم. هرچی به دردت میخوره بردار. اینجا خونه کسیه. که قرار نیست برگردن. چجوری میره پایین؟ پایین دیگه. چون نمیدونم اینا چی هم من دارم برمیدارم. از این طرف. مردی که شمشیرتو باهاش معامله کردم همونجا زندگی میکنه. تو رو لعنتی عوضی ها پیداش کرده. تو نگهبانی بده. من خونه رو میکردم. تقاس این کار. خودسوز اومده تو خونه میخواد سرش بزنه. من جین ساکای هستم، برادرزاده ارباب شیمورای بزرگ. من بزدل نیستم. دشمنت در حد و اندازه تو نیست، ولی هنوزم در کنترل ضعف داری. داشتم تمرین میکردم. با سلاح پدرت؟ شمشیر قبیله ساکای. چه جوانایی که نجات نداده و چه جنگایی رو که تمام نکرده. کی این کارو باید کرده؟ هیچ کس. بهت یاد میدم که از خودت دفاع کنی. من مبارزه کردن رو بلدم. برای اینکه استاد شمشیر زنی بشی
باید اول احساساتتو کنترل کنی. من از پسش برمیام، اما نشونم بده. بیا ببینیم چی تمرین کردی. سعی کن به من ضربه بزنی. بله اما مقلت کنم. آمادم، حمله کن. سعی کن به هم ضربه بزنی. خب کارت خوب بود. اگه همین جوری مبارزه می‌کردی، کسی که بهت حمله کرد به این راحتی کبودت نمی‌کرد. اون عادلانه نبود. تصور کن اون برگشته تا کار ناتمامش رو تموم کنه و از هر حقه کثیفی که بلده استفاده میکنه. چطور میخوای از خودت دفاع کنی؟ تو چشمش خاک میپاشم و بعدش بینیشو میشکنم. ببینم چطور با دک و پوز خونی میخواد شاخوشونه بکشه. یک پیروزی ناچیز که بدون شرافت به دست اومده. وقتی یه سامورایی با یه دشمن هیلگر روبرو میشه، باید ازشون سرتر باشه و هرگز تا سطح اونا خودشو پایین نیاره، هر چقدر که وسوسه انگیز میشه. بله اما حالا دفاع منو در هم بشکن. نشونم بده جین ساکای جنگجوی پردل و جرأتیه. اینطوری نمیشه. با یه حمله سنگین صد دفاعی منو در هم بشکن و بعد ضربه بزن. آها کافیه، من تسلیمم. داری میذاری من برندش. اصلا و ابدا. اگه شمشیر تو دستت واقعی بود، من الان مرده بودم. واقعا؟ من هیچ وقت بهت دروغ نمیگم. حالا برای تنوع تو جلوی حمله منو بگیر. قرار نیست بهت آسون بگیری. دفاع خوبی بود. حالتت خوبه. من زخمی شدم. میشه استراحت کنیم؟ هنوز کارمون تموم نشده. عزمتو جذب و با دردات مبارزه کن. خوبه. خب خب 3 تا داریم. من هیلن جونن. وقتشه جا خالی دادن رو یاد بگیری. منتظر بمون تا من اولین حرکت رو انجام بدم. وقتی ضربه زدم جلوی حمله‌مو بگیر. جا خالی خوبی بود. باید قبل از ضربه جا خالی بدی. حالتت خوبه جین. داری پیشرفت میکنی. میخوای یه نفسی تازه کنی؟ هنوز به حدی نرسیدم که یه بچه بتونه نفسمو تعیین کنه. خب حالا بیا دفاعت در برابر نیزه رو ببینیم. در برابر نیزه جا خالی بده، بعد ضد حمله بزن. عکس‌العمل خوبی بود. یادت نره جا خالی بعد ضد حمله. جا خالی بی‌نقص. می‌بینی؟ یاد گرفتی. هیچ سلاح و مبارزی وجود نداره که نتونی شکستش بدی. به خاطر این درس ممنونم. هنوز کارمون تموم نشده. جین ساکای، افتخار یه مبارزه رو به من میدی؟ دوست ندارم بهت آسیب بزنم. اگه تا این حد به خودت اطمینان داری، پس بیا جالب ترش کنیم. اولین کسی که 5 ضربه موفق داشته باشه میتونه شامو انتخاب کنه. امیدوارم اختاپوس دوست داشته باشی. خیلی خوبه جین. استعداد خوبی رو به نمایش میذاری.
قبل از اینکه برای خوردن غذا بریم یه سال دیگه ازت دارم. برای نسل‌های متمادی خانواده ما بر پایه اصولی زندگی کرده. فضایلی که راهنمای ما هستن و بگو. وفاداری به فرمان روامون، کنترل کردن احساساتمون و اونم میدونی. شرافت برای مبارزه شجاعانه و پاسداری از میراث قبیله ساکای. اینا حرفای پدرت هستن. شرافت از نظر تو چیه؟ فکر کنم محافظت از مردم، از اونایی که نمیتونن برای حق خودشون بجنگن. تو قلب بزرگی داری، ولی قبلش باید به همه نشون بدیم که در خدمت فرمان روا هستیم، با رشادت، صداقت و خویشتن‌داری. جوری میگی انگار آسونه. هیچ وقت آسون نیست جیم. در من هر روز باهاش کلنجار میرم، ولی باید با موندن بر اصولمون الگوی خوبی برای مردممون باشیم، همینطور برای خودمون. معنی شرافت اینه. خیلی از بازیات قرار خودم سلاخیت کنم. درسی که میدن تو واقعیت هم هست. خوبه. شمشیر تو پیدا کردی. کجا میتونم یه اسب گیر بیارم؟ استبلا فاصله ای نداره. از این طرف. بازم مهاجم. همه جای جزیره میخواد. استبلا کجا؟ پشت اون خونه که داره میسوزه. دوباره بیا. میتونیم نزدیکتر بشیم، گلوشونو ببریم و بدون سر و صدا دخلشونو بیاریم. بدون شرافت من اصولمو زیر پا نمیذارم. با من مبارزه کن اشغالگر. بله دهنمون سرویسه. اون بزدل رو دستگیر کنید. چیزی نمونده. نمیتونیم همه رو نجات بدیم. از دویدن خسته شدم، ولی بالاخره میتونم کمک کنم. لعنتی. آتش بری تیمه. ممنونم سرورم. حواست نباشه. اونا گفتن که همه سامورایی ها مردن. جایی برای پنهان شدن دارید؟ شنیدم معبد زرین جای امنیه. برو از جاده فاصله بگیر و با جونت راهنمای پسرت باش. تو به خاطر اونا جونتو به خطر انداختی. توانایی دفاع از خودشونو نداشتن و من نمیتونم بذارم مردم بیشتری بمیرن. اونا تنها کسایی نیستن که بهت نیاز دارن. برادرم مغولا اونو گرفتن. برای همین منو نجات دادی؟ تاکا تنها عضو خانواده منه. و ارباب شیمورا هم برای من. خواهش میکنم فقط میخوام برادرم برگرده. بعد از اینکه عمومو نجات دادم بهت کمک میکنم پیداش کنی. قول میدم. منم همراهت میام. استبلا یکم جلوتره. بله.
اسبا رو برداریم. برم موزه دمشقی. اونا اسبای سامورایی هن. اونایی که به جنگ نبردیم. وقت با اونا یار بوده و با ما کدوم اسبا میخوای؟ خب. آره همین رو انتخاب میکنیم. آروم بگیر برازندته. و نیاز به اسم داره. اسم کیج. کاگه به معنای سایه. کاگه. من که هیچی آقا، من سطح زبان 0 منفی 0. قلعه کانادا. اما تو اون داخل نگه داشته. خب دوستان این پارت هم تموم کنیم چون خیلی طولانی میشه و پارت های طولانی مقدار هم برای من سخته و هم خیلی جالب نیستن. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو رو دیدید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. امیدوارم دوست داشته باشید. اگه این بازی حمایت بشه من تند پارتای بیشتری ازش میذارم و بیشتر ازش ویدیو میگیرم. فعلا مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.